السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به توتوریال سیومین ما جاوا. در این توتوریال ما شما در مدرن پروگرامینگ لنگویجز چه چیزها را خواندیم برای اجندایشان براتون معرفی میکنم. توتوریال اول و دومی ما از ما رو که تلکاست کردیم در ویدیوشان در یوتیوب هستن و همچنان در گروپ پست کردیم، میتونین با آنها اکسس شوین و از آن استفاده نمایین. در توتوریال اول دومی بیسیک استراکچر جاوا رو ما کار کردیم، چه رقم استراکچرش جور کنیم، باز ایمپلمنت کد کنیم و همچنان ادیتور و جی دی کی و اینستالیشن از اینا رو مکمل در آنجا در بر گرفت، میتونین از اونها ببینین و یوز کنین. در این توتوریال ما شما اجندا رو که داریم معرفی میکنیم. variables هست، rules of variable declarations, data types, variable declaration and assigning values. اجنده ما شما درباره از این اکسپلینیشن های از این هستند که وریبل چیست و رول هایشان چی است از وریبلز و دیتا تایپ چی هستند و چطور میتونیم اساین کنیم ولیوز با وریبلز. خب برمیگردیم اول به وریبلز versus constants. خب وریبل چی است؟ وریبل یک نیم میموری لوکیشن است. وریبل یک نیم میموری لوکیشن است. زمانی که ما شما یک وریبل دیکلیر میکنیم، یک فضای از میموری را از آن خود میکند و جای از خود اشغال میکند که بعد از آن ما میتونیم دیتای خود در همان وریبل ثبت کنیم، در همان میموری لوکیشن که ما شما وریبل دیکلیر کردیم ثبت کنیم دیتای خود. بعد از پس آن را ما اکسس کرده میتونیم، پس آن را ما ریتریو کرده میتونیم، یعنی عملکردهای مختلف کرده میتونیم. صرف مانای وریبل میشن که میموری لوکیشن هستن و میتونیم که دیتای خود در همانجا در میموری ثبت کنیم. هر وریبل از خود نام داره، تایپ داره و سایز داره. ما شما آنها را با دانه به دانه هم میخوانیم که تایپش چی هستن که را با ما شما دیتا تایپ میگیم. مثلا من دیتا را میندازم با 1 2 3 یا احمد، یا حرف میمانم A یا B یا C گرید به این شکل. یعنی پس این 1 2 3 چه رقم دیتای ما که هستن چه رقم تایپ باید داشته باشه، این احمد نام که هست این باید چه رقم تایپ داشته باشد. این تایپ ها را ما شما چندین تایپس داریم، باز ما شما براتون معرفی میکنیم، باز میخوانیم و پرکتیکال کد هم اکزیکیوت میکنیم. و دومین کانستنت داریم. کانستنت چی است؟ کانستنت یعنی یک فیکسد ولیوز، یعنی فیکسد وریبل. یک وریبل ما دیکلیر میکنم و کیورد کانستنت میتونم. زمانی که اون وریبل ما ولیوز اساین کردم برشان، یعنی 2 3 4، یعنی او 2 3 4 که اصلا فیکس شد، در وریبل لاک شد، در میموری لاک شد، بعد از ما آن را چنج کرده نمیتونیم. وریبل ساده میتونیم در جریان پروگرامینگ خود آن را ولیوز چنج کنیم. مثلا یک داریم 10، بعد از یک پس آن وریبل پاس نوشته میکنم و ولیوش نوشته میکنم 20، چنج شده میتونیم. اما در کانستنت وقتی کیورد کانستنت استفاده کردیم آن وریبل چنج نمیشه. مثلا پای، وریبل پای داریم ولیوش از 3.14 است، یعنی امو وریبلز فیکس است، چنج نمیشه. پای استاندارد است، گلوبالی اکسپت شده، پس آن رو ما چنج کرده نمیتونیم. اگر دفعه دوم پس همان وریبل پای نشه کردیم 4 چند نه، چرا که او پای لاک شد در وریبل. این است فرق بین وریبل و کانستنت. حالا بعضی رول های وریبلز ما شما داریم که وریبل چی نوع ما شما چگونه ما شما دیکلیر کرده میتونیم، چه رقم نام برش بدیم. وریبل میتونیم با نام هر چیزی که میتونیم نام داده میتونیم، اما بیسیک 9 رولز که در اینجا برای شما مد نظر شده است همیشه در آن فکر داشته باشین که خطا نشه. مثلا بعضی وقت مردم هستن که وریبل نشه میکنن int integer، چرا که اینتیجر یک کیورد است، نمیتونن که نام وریبل خود باشه. پس نام وریبل باید نامی باشد که meaningful باشد و مطابق با امو پروگرامی که شما میسازین با امو نام مشابهت داشته باشد. این است رولز های وریبلز است که شما میخوانید در سلاید های خودتان که با از اونها رولز های وریبل آشنایی پیدا کنین و بعد از و دیکلریشن تان آسان خواهد باشد. خب میریم به دیتا تایپ of variables in Java. important point در اینجا هستن که وریبل وقتی که دیکلیر میکنیم چه رقم دیتا را به خود ثبت میکنه و امو دیتا چه رقم تایپ باید داشته باشد. در اینجا ما شما 4 نوع دیتا تایپ در اینجا فعلا 5 نوع باز ما شما میگم که یک استرینگ هم اینجا اضافه میکنیم باز بخیر. 4 نوع دیتا تایپ اینجا بر ما شامل کرده، اینتیجرز است، فلوت است، کاراکترز است، بولین است. هر کدامشون دیتای مختلف با خود ثبت میکنه در میموری در وریبل خود. مثلا اگه ما شما وریبل ما شما نشه کنیم نمبر نشه کنیم با همون نمبر یک ولیوز 1 2 3 بتیم، باز او کدام
تایپ با خود ثبت میکند اینتیجر، چرا که اینتیجر یعنی عدد تام، صرف تایپش ثبت میکنن با خود در وریبل. مثلا اگه ولیوز داشته باشن 4000 5000 6000 60000، پس این دیتای ما که است مطابقت با تایپ اینتیجر میکند، باز دیکلیر میکنیم وریبل خود با تایپ اینتیجر. اگر عددهای اشاره دار داشته باشیم، مثلا 2.6 2.5 2.7 اینا وریبلز داشته باشیم، باز او وقت ما یک تایپ دیگه داریم به نام فلوتینگ یا فلوت، باز ولیو های اشاره دار به خود ثبت میکند. و دیگه و تایپ است به نام کاراکترز. کاراکترز یعنی عدد حروف به خود ثبت میکنند، معنی حرف A B C D یا الف بای ما شما الف ب، یعنی حرفا را با خود ثبت میکند، ولیوز ثبت نمیکنه، یک دوسری را ثبت نمیکنه، چرا که دیتا ما تایپش چی است؟ کاراکتر است، صرف حرف با خود ثبت میکنه. و دیگه است بولین. بولین صرف دو ولیوز با خود میگیرد، یکی تروس و دیگه فالس. این باز بیشتر ما در کندیشن و اکزیکیوشن فلو که شروع کردیم، باز اونجا براتون وضاحت تشریحات برشان میتم که زمان اگر ما شما کندیشن داشته باشیم، اگر او را ترو کنیم پس همو بادی کندیشن بر ما شما اکزیکیوت می شود، اگر او فالس بود اکزیکیوت نمی شود، صرف دو آپرندز به خود میگیره، یکی ترو دیگه فالس. ای بود بولین. و دومین پنجمین دیتا تایپ ما که است استرینگ است. استرینگ چی است؟ استرینگ the combination of characters است، یعنی کامبینیشن های حروف هاست، یعنی 100 حروف. مثلا یک استرینگ نشه میکنه احمد نبی، یک نام است، یا نشه میکنه یک نام پروداکت میتی هید و شولدرز، یا یک چیز میته مثلا یک استرینگ برش میتی، پس همون استرینگ به کدام نوع تایپ خود ثبت میشود؟ در استرینگ. دیتای ما هستن مانند نام، احمد، سالری، اتریبیوتس و چیزهای غیره. با چی نوع تایپ استفاده کنیم؟ استرینگ، چرا که کاراکتر نمیشه. کاراکترز گفتیم سینگل حرف، و اگر بخواید که از سینگل حرف زیاد باشد باز string استفاده میکنیم. It is the combination of characters. خب این بود دیتا تایپس که چرا که ما شما تایپس ها را دیتا تایپس وریبلز چرا که میکنیم. ما حالا بریم در پرکتیکال کد میریم که چرا که ما ولیوز اساین کنیم برایشان، چرا که دیتا تایپ برایشان استفاده کنیم تا در کدینگ ما شما امو کانسپت ما دیگه هم کلیر شود. خب میریم ادیتر خود رو باز میکنم، نوتپد پلاس پلاس و میرم این فایل خود به نام سیو میکنم، سیو اس، و برش لوکیشن برش تعیین میکنم. میرم در لوکیشنش در مای کامپیوتر درایو سی، در اینجا یک فولدر ما وقت جنریت کردیم به نام جاوا کد اوپن میکنم و در اینجا نام فایل خود برش میتم و ثبت میکنم اپلیکیشن خود، نشون میکنم my first app.java. اکستنشن جاوا از یادتان نره، چرا که فایل ما باید به شکل جاوا ثبت شود. سیو. حالا میریم بیسیک استراکچر جاوا رو خود نشون میکنیم. کلاس my first app curly brace open and close. public متد خود نشون میکنیم public static void main. argument پاس میکنیم string arguments array bunches of arrays ما پاس کردیم به متد خود. حالا این استراکچر شد. حالا میریم دیتا تایپ های خود و کاتگوریبل های خود دیکلیر میکنیم. مثلا ما دیتا تایپ دارم اینتیجر و وریبل میمانم نامش نمبر، هر چیزی که دلتان میشه سیمی کالن. بعد از به امی وریبل خود یک ولیو را میتم که در امی مموری یا امی وریبل که اصلا دیکلیر کردیم ثبت شود. نمبر ایکوال یک وریبل میتم مثلا ولیو میتم مثلا 230، پس این 230 رفت در نمبر ثبت شد و دیتا ما که است عدد است، پس مطابقت با ای تایپ میکند. اگر اینجا 4 بود بازی نمیشد، چرا که دیتا ما است عدد است. عدد باید چی رقم دیتا تایپ خود بگیره؟ باید اینتیجر. دیگه نشون میکنم فلوت. فلوت میتم نمبر 2. نمبر 2 را میتم و نمبر 2 ما شما چه نوع دیتا را با خود ثبت کند؟ نمبر اشاره دار 2.3 f. f بازی خاطر دادن که فرمتش به شکل اشاره دار باشد، فرمت فلوت دادم f.
میرم دیگه دیتا تایپ خود نوشته میکنم 4. در اینجا وریبل میتونم به نام گرید حرفا را ثبت کنه A B C کدام گرید گرفتی و گرید اساین میکنیم ولیوز که کدام گرید خودت گرفتی. مثلا گرید A. یک چیز در نظر داشته باشین که هر وقت که ما گرید یک چیز دیکلیر میکنم در گرید، مثلا گرید ما ولیوز دادیم، کاراکتر باید در اینورتد کاماز باشد، سینگل کاما باشد. در داخل سینگل کاما باید حرفایتان ثبت کنیم. مانند از اینا واری آزاد واری نه که نوشته کردیم آزاد واری 230، چرا که رول قانونی کاراکتر است که باید در داخل سینگل باشه. اگر نوشته کنیم به شکل 88 نوشته کنیم، این باز اسکی کد می شود. با اما اسکی کد 88 برات نشان میده که حرف 88 چی است، A است یا B است یا چی است، Y است. خب باز رو پس ما میخونیم فعلا اینورتد کاماز نوشته میکنیم و نوشته میکنیم A. و تایپ دیگه هستن استرینگ میتم و نام وریبلش هم میتم نیم و در نیم ما اساین میکنیم ولیو چی را، نام ولیو میکنیم و داخل استرینگ باید از چی شروع شود، دبل کوتیشن یعنی دو کاما را نشان میکنیم که باز بنچ اف کاراکترز است. بنچ اف کاراکترز یعنی نشان میکنم عرفان خان، یعنی میبینیم که بنچ اف کاراکترز است، یک کاراکتر دو کاراکتر در داخل کوتیشنز کردیم و تایپش هم استرینگز است. این رفت در همین وریبل نیم ثبت شد. خب ما شما چند چیز کردیم در اینجا، تایپ دادیم با وریبل خود دیکلیر کردیم و با وریبل خود ولیو را اساین کردیم. 230 را دادیم و در وریبل نمبر که در مموری دیکلیر شد جور شد، یک فضا را اشغال کرد. وقتی که اکزیکیوت شود پروگرام ما شما در وقت یک محیط در مموری جور می شود و این ولیوز ها را با خود ثبت میکنه در اونجا. و باز هر وقت که ما بخوایم که در داخل از این نمبر چی هست ما میتونیم اکسس کنیم. توسط system.out.println میکنیم میشه. حالا میبینم که system.out.println println اول یک آوتپوت میتونم برش چی نشته شود، نشه میکنم که خب نشه میکنم integer number concatenate کانکت میکنه. چی رو کانکت کنم؟ امی وریبل کتش کانکت میکنم نمبر، بعد از این آوتپوت امی نمبر کتش کانکت شود. یعنی میبینه که در داخل از این نمبر چی است، نه صرف وریبل است کار کردیم که در داخل از این نمبر هر چیزی که بود او رو بر ما آوتپوت کنه. خب این رو کاپی میکنم because I'm very lazy. command C command V. خب میام در اینجا نشون میکنم باز چنج ها میکنم. شما این کارو نکنین چرا که بخی کامپلکس میشود. نوشته میکنم اینجا float number 2 و در اینجا نمبر چند باید شما 2 باید ثبت شد، چرا که ما شما این وریبل کال میکنیم که در داخل از این وریبل چی است، چند است ثبت است. و بعد از اون میرم 4 میبینم که در داخل د تایپ 4 و وریبل گرید چی داریم او را پیدا میکنیم گرید و نام از هم تغییر میتونم چرا که باز نمبر اول بر ما شما کار میکنه گرید رو نشون میکنم که در داخل گرید وریبل چی است و آخرم string است که در داخل نام چی است connect name. خب در اینجا هم ایره پاک میکنم آوتپوت را به شکل نیم میتم و اینتیجر هم string. خب صحیح شد. حالا به هر وریبل ما شما به هر مموری لوکیشن ما اکسس میکنیم که در داخل از این مموری لوکیشن چی است، در داخل از این چی است و داخل گرید چی است، در داخل نام چی است. ما نمیفهم، مثلا ما چیز نمیفهم، مقصد اینجا کار کنیم میبینیم که در داخل از این مموری لوکیشن ها چی است. میریم رن میکنیم، رن نوشته میکنیم cmd stand for the console black white board که براتون میاره یعنی اکزیکیوت شد. حالا میرم اول میرم چین در دایرکتوری میکنم چرا که ما فعلا در دایرکتوری نوتپد پلاس پلاس هستم. میرم cd را میتونم که چین در دایرکتوری، یعنی رفتم یک چین در دایرکتوری اسکیپ شد رفتم به پروگرام ما میخوام به سی برم صرف چرا که در سی ما یک فولدر جنریت کردم. cd change the directory from the program file also. باز cd change the directory نام فولدر خودم میتونم جاوا کد با نام ازی بود با کد رفتم. حالا میبینیم که در این دایرکشن ما چی داریم، dir دایرکشن چی داریم با نام myfirst.app.java یک فایل دارم. خب چرا که همین فایل ما شما هستن میرم اکزیکیوت میکنم
جاوا سی. جاوا سی stand for جاوا کامپایل. کامپایل کو بر ما چی؟ my first app dot java. خب یک چیز دیگه از پیش ما گفته نمانه، این فایل خود اول ثبت میکنیم چرا که زیادتر وقت از پیش ما غلطی میشه، چرا که اگه ثبت نکنیم این فایل خود سیو نکنیم این کد در اونجا نمیره. پس حالا ما میریم کامپایلش میکنیم. حالا کدهای ما شما در این جماعت java c my first app dot java extension java my first dot app dot java. حالا اینتر میکنیم کامپایل میشود. وقتی کامپایل شد خب اینجا یک ایرور بر ما شما جنریت شد که ایرور چی هست؟ 2.3 هست. خب جنریت شد. چرا جنریت شد؟ در اینجا غلطی کرده بودیم که اینجا نمبر 2 ما نمبر 2 رو میخواستیم. خب وریبل از یک چیز شد، از خاطر ایرور داده شد. از خاطر وریبل خود باید ببینیم که یک چیز نباشه، نامه‌هایشان مختلف باشن. اینجا ما شما فلوت دیکلیر کردیم نمبر 2 و در اینجا بود نمبر. پس میریم فایل خود سیو میکنیم، کدام مشکل نیست. ایرور رفت. حالا پس از هر نشه میکنیم که جاوا سی کامپایل کو my first app dot java. حالا اینتر میکنم و اون کامپایل شد، کدام ایرور نداشتیم، هیچ چیز نداشتیم. حالا کد ما شما با بایت کد داده. حالا رنش میکنیم java my first app without any extension. راسن رنش میکنیم، اینتر میکنیم. میبینیم ما شما در اینجا اینتیجر نمبر. خب این آوتپوت آمد اینتیجر نمبر، بعد از کالن بعد از کانکت کردم نمبر. در داخل از این نمبر چند بود؟ 230 بر ما شما پرینت کرد در میموری لوکیشن. بعد از فلوت نمبر 2 در داخل نمبر 2 چند بود؟ 2.3 اف نامد چرا که گفتم فرمت است. 4 گرید. گرید چی بود؟ در اینورتد کاماز نشه کردم که ایرا پرینت کنه، ایرا پرینت کرد. و بعد از استرینگ نیم آوتپوت استرینگ نیم، بعد از کانکت کردم کت نیم در داخل نیم لوکیشن چی است؟ عرفان خان بود. عرفان خان برای ما شما آوتپوت نشان داد. ای بود چطور ما بتونیم که وریبل خود نشان کنیم، چرکم دیکلیر کنیم ما شما وریبل خود، چرکم ولیوز برشان نشان کنیم. و یک سیمپل اکسپلینیشن از همه وریبل ها بود که ما شما تشریحات کردیم. خب در این توتوریال تا اینجا بس میکنیم و ویدیو دیگه ما شما درباره فامیلیز امی تایپ هاست که اینتیجر چند نوع فامیلیز دارد، فلوت چند نوع فامیلیز دارد و همانطور 4 یک تا فامیلی داره. باز ما شما که از اونها مشخصا براتون تشریح میکنیم، اکسپلین میشود. و کت سایز هایش میبینیم که هر کدام سایز ها داره و چه رقم سایز استفاده کنیم. و بعد از داخل از اسلاید ها ما شما یک سیمپل کوئسچن ها هم داریم، باز اما رو ایمپلمنت هم میکنیم در کد و به اکسپلین های مختلف. خب این بود تا اینجا توتوریال خدا و کلوز میکنیم و با توتوریال نکست خدا شروع میکنیم. خب خداحافظ، روز خوش.